سلام، وقت بخیر. سحر هستم. به استودیو دیجیتال ما خوش آمدید. در این ویدیو قرار هست که با هم آخرین اخبار هوش مصنوعی رو بررسی کنیم. اولین خبرمون میرسه به گوگل که به اسم جمینای 2 فلش نیتیو ایمیج جنریشن رو اومده تعریف کرده. خب کارش چی هست؟ میاد براتون عکس رو تولید میکنه و حتی عکس هاتون رو هم ادیت میکنه. مثلا یک عکس رو بهش میدیم و میگیم این رو ادیت کن، بک‌گراندش رو بردار، لباس اون شخص رو تغییر بده یا سوژه‌ای رو بذار داخل عکس و حتی از داخل عکس سوژه‌ای رو حذف کن. همینطور که در این قسمت مشاهده میکنید ما در اینجا یک میز داریم و ازش خواسته که یک گل رو روی این میز قرار بده و اضافه کرد. یک گل رو به تصویر ما اضافه کرد و در ادامه ازش میخواد که رنگ گل رو برای ما تغییر بده و رنگ گل رو هم تغییر داد. این مدلی که ارائه داره خیلی جالب هست و البته رایگان هست که میتونید ازش استفاده کنید و یه جورایی شما رو از فتوشاپ بی‌نیاز میکنه، البته نه به صورت کامل. برای اینکه ازش استفاده کنید از AI استودیو گوگل میتونید استفاده کنید که در ادامه با هم بررسی میکنیم. AI استودیو گوگل یک ابزار فوق‌العاده هست که اکثر مدل‌های هوش مصنوعی که گوگل تولید میکنه رو در ابتدا در این وبسایت به آدرس aistudio.google.com قرار میده که فرقی نمیکنه رایگان باشه و یا پولی باشه. در ابتدا در اینجا قرار میده و شما میتونید به صورت نامحدود و یا گاهن به صورت محدود ازشون استفاده کنید. فقط کافیه با اکانت جیمیل وارد این وبسایت بشیم. در این قسمت مدل‌های مختلفی رو مشاهده می‌کنید و من گزینه ایمیج جنریشن رو انتخاب می‌کنم و حالت ایمیجز اند تکست و در این قسمت یک عکس رو می‌خوام آپلود کنم. در این قسمت من تصویری که آپلود کردم یک میز هست داخل یک آشپزخونه و اولین کاری که انجام دادم گفتم که صندلی‌های میز رو اضافه کنه واسم و این کار رو انجام داد. 4 تا صندلی اضافه کرد. و در مرحله بعد ازش خواستم که بشقاب غذا به تعداد صندلی‌ها اضافه کنه و باز هم این کار رو انجام داد. و در مرحله آخر ازش خواستم که بک‌گراند تصویرم رو تغییر بده و این کار رو هم انجام داد. البته اون چیزی که میخواستم 100% نشد چون من بهش گفتم که یک آشپزخونه شیک و مدرن، ولی اون اومد همون آشپزخونه‌ای که بود رو تکمیل کرده بود. خبر بعدی دوباره برمیگرده به گوگل. اومده یک مدل دیگری رو معرفی کرده به اسم جما نسخه 3. حالا این چی هست؟ یکی از بهترین مدل هایی که معرفی کرده خیلی از کاربرها خیلی راحت روی سیستم شخصیشون استفاده کنن. در قسمت پایینتر این لینکی که خودشون قرار دادن اومده مقایسه کرده. ما اینجا دیپسیک رو داریم، این هم همون جما نسخه 3 هست، اوتری مینی هست و سایر هوش مصنوعی های دیگه. حالا این دوتا رو بخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم، دیپسیک با جما نسخه 3، همینطور که مشاهده میکنید روی نمودار خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن، ولی دیپسیک با 671 میلیارد پارامتر هست، اما جما نسخه سومش فقط با 27 میلیارد پارامتر هست و خب خیلی راحت تر میشه با این نسخه که سبکتر هست کار کنیم و حتی روی سیستم هم میتونیم این رو نصب داشته باشیم. در ادامه راه‌های استفاده از این هوش مصنوعی رو برای ما آورده که یکی از راه‌هاش این هست که ما این لینک رو میزنیم، انتخاب میکنیم و ما میتونیم این رو روی سیستم خودمون نصب کنیم و از اون طریق استفاده کنیم. اگر هم نمیخوایم این هوش مصنوعی رو نصب کنیم میتونیم از طریق مجدد گوگل AI استودیو استفاده کنیم ازش. و البته یک نکته که وجود داره این هست که فضای AI ایجنت ها این روزها خیلی داغه. همینطور که شرکت های مختلف میان دستیارهای هوشمند تولید میکنن و ارائه میدن، حالا یه شرکتی به نام کاروی اومده یک دستیار هوشمند معرفی کرده که در وبسایتشون هم توضیحات رو داده. آدرس این وبسایت carvey.ai هست.
به طور مثال در اینجا میاد یک فایل رو بهش میده و خب این فایل رو میاد کامل میخونه و بررسی میکنه و یک سری حتی پیشنهاداتی رو هم میده و حتی میتونید شما ازش سوال هم بپرسید. و البته هنوز این ایجنت قابلیت استفاده رو نداره، چون در قسمت بالا گوشه سمت راست ریکوست دمو وجود داره و هنوز مشخص نیست که رایگان هست یا نه. ولی خب در آینده که مشخص شد میتونید از این ایجنت استفاده کنید و خیلی از کارهایی رو برای ما میتونه انجام بده. در واقع عملکردش شبیه ایجنت هایی هست که قبلا استفاده میکردیم، اما با این تفاوت که قدرتمندتر هست و قدرت تحلیلش بالاتر هست. خب این هم خلاصه ای از اخبار کوتاه و جذاب امروز ما در مورد هوش مصنوعی.